آپلود فایل در بلیزور برای بلیزور وب اسمبلی و بلیزور سرور تفاوت‌هایی داره، چون ماهیت این دو با هم متفاوته. زمانی که شما از بلیزور سرور استفاده می‌کنید، دیتای شما باید با استفاده از سیگنال آر برای سرور ارسال بشه و اونجا فایلتون آپلود بشه، و زمانی که از بلیزور وب اسمبلی استفاده می‌کنید، معمولاً فایل‌ها رو با استفاده از یک API و با HTTP کلاینت برای سرور ارسال می‌کنیم که حالا فرآیند آپلود فایل انجام بشه و تفاوت‌های بین این دو وجود داره که در ادامه با هر دو این روش آشنا میشیم. اما بریم سراغ بلیزور سرور و نحوه آپلود فایل در بلیزور سرور رو پیاده سازی کنیم. وارد حالا پیج هوم میشیم برای این پروژه و خب میام ابتدا رندر مود اینتراکتیو سرور رو برای پیجمون فعال میکنیم. خب برای بلیزور سرور میخوایم پیاده سازی کنیم و اینجا بریم فایلمون رو آپلود کنیم. خب با استفاده از کامپوننت اینپوت فایل ما میتونیم در واقع یک تگ اینپوت به صفحمون اضافه کنیم برای آپلود فایل هامون و خب حالا میتونیم یه دونه کلاس بوتسترپ هم بهش بدیم که زیباتر بشه به این صورت. خب حالا نتیجه این رو ببینیم به چه صورته. خب اینجا میبینید یه دونه تگ اینپوت فایل، در واقع یک تگ اینپوت با تایپ فایل برامون ایجاد کرده که کاربر میتونه به این صورت فایلش رو انتخاب کنه و ببینید خود بلیزور هم حالا یک مقداری بهش اضافه کرده، یک دیتایی که برای مدیریت خود بلیزور، فریمورک بلیزور برای این استفاده میشه و ما فعلا کاری با این مورد نداریم. پس به این صورت میتونیم انتخاب فایل برای کاربر رو فعال کنیم. اما چطور میتونیم فایل انتخابی کاربر رو بگیریم و حالا ادامه فرآیند آپلود رو براش انجام بدیم؟ خب ببینید با استفاده از در واقع ایونت هایی که برای اینپوت فایل وجود داره ما میتونیم اطلاعات اون فایل انتخاب شده کاربر رو بگیریم و حالا میتونیم اون رو به صورت یک استریم آپلود کنیم روی سرورمون. در واقع با استفاده از سیگنال آر از مرورگر به سرور اون رو با یک استریم ارسال میکنیم و روی سرور میتونیم ذخیره سازیش رو انجام بدیم. خب اینجا یک بخش کد اضافه میکنیم و میخوام بفهمم که توی اینپوت فایلم، توی این کامپوننت کاربر چه فایل هایی رو انتخاب کرده. میام اینجا یه دونه متد حالا پرایویت با خروجی void می نویسم و نامشو میذارم حالا مثلا لود فایلز، فایل هایی که کاربر انتخاب کرده که کاربر میتونه یک یا چند تا فایل هم با این کامپوننت انتخاب کنه. خب حالا اینپوت فایل من این کامپوننت ببینید یه دونه پارامتر داره ایونت کال بک و اسمش آن چینج. در واقع میتونم از این پارامتر استفاده کنم و یک متد رو براش ست کنم. ببینید به عنوان حالا جنریک هم اینپوت فایل چینج ایونت آرگ رو میگیره. پس این رو بهش میدم، میگم برابر باش با همین لود فایلز و درون همین متد این کلاس رو میگیرم، در واقع اطلاعات فایل هایی که آپلود شدن. حالا اینجا با این ایونتی که دریافت کردم میتونم دسترسی به گزینه‌ای به نام فایل داشته باشم که ببینید خروجیش از جنس آی براوزر فایله، یعنی اطلاعاتی که براوزر در مورد فایل انتخاب شده در اختیار شما قرار میده و اینجا میتونیم سایزش رو ببینیم و حالا اطلاعات دیگه ای که در مورد این فایل وجود داره، نامش رو میتونیم بگیریم. اینو من پاک کنم و اینجا ببینید کانتنت تایپ، سایز و نام فایل رو میتونیم بگیریم و اوپن رید استریم هم داره که حالا باهاش آشنا میشیم. خب این میاد نام فایل انتخاب شده رو روی کنسول برامون نمایش میده. برنامه رو اجرا میکنم و کنسول رو هم ببینیم. بلیزور سرور و ارتباط بین کلاینت و سرور برقرار هست. خب کنسول و مرورگر رو میبینیم. یک فایل انتخاب میکنم. خب این از فایل. ببینید به محض اینکه فایل رو انتخاب میکنم آن چینج رخ میده و اینجا میبینید که فایل نیم رو برام نمایش داد. نام فایل انتخاب شده رو میتونم ببینم. حالا یک فایل دیگه ببینید اینجا نام فایل رو کامل برام نمایش میده. پس به این صورت ببینید ما میتونیم دسترسی به اطلاعات فایل انتخاب شده کاربر داشته باشیم. این کد برای این بود که شما بدونید با استفاده از آبجکتی که به عنوان ورودی در لود فایل که روی پارامتر آن چینج ست کردید میگیرید، میتونید دسترسی به اطلاعات فایل داشته باشید. و اینجا هم ببینید یک متد داره به نام
اوپن رید استریم دیگه برای فهمیدن این باید با استریم ها آشنایی داشته باشید. میاد فایل رو در قالب یک استریم در اختیارتون قرار میده. ببینید خروجیش هم کلاس استریمه و این یعنی ما میتونیم روی استریم های مختلف این رو ارسال کنیم. مثلا میتونیم برای فایل استریم بفرستیم که مستقیم روی دیسک این رو ذخیره کنه که حالا در ادامه بیشتر باهاش آشنا میشیم. اما اگه بخوایم اطلاعات در واقع این فایل رو خارج از این متد داشته باشیم، به چه صورت باید ازش استفاده کنیم؟ مثلا پایینتر یک متد میخوام برای آپلود که بیاد همون فایل رو آپلود کنه، یا اطلاعات فایل نیم و سایز و اینا رو میخوام اینجا روی یو آی نمایش بدم. پس من نیاز دارم خارج از این متد دسترسی به این اطلاعات داشته باشم. خب ببینید اینجا یه دونه فایل دارم که با این میتونم دسترسی به اطلاعات فایل انتخاب شده داشته باشم که خروجیش از جنس اینترفیس آی براوزر فایله. پس میام اینجا یه دونه پرایویت آی براوزر فایل ایجاد میکنم. حالا میتونم نامشو بذارم مثلا selected فایل، یا برای اینکه در ادامه درک بهتری داشته باشید نامشو میذارم همون براوزر فایل که بدونید داریم با این براوزر فایل کار میکنیم. و زمانی که آن چنج در واقع اینپوت فایل رخ داد، اینجا میگم براوزر فایل برابر باشه با اون فایلی که کاربر انتخاب شده. حالا اگه چند تا فایل هم بتونه انتخاب کنه، یک لیستی از آی براوزر فایل اینجا میتونیم بگیریم. اینجا هم تعداد فایل های انتخاب شده کاربر رو میتونیم بگیریم که حالا اون کد خودمون رو بنویسیم. فعلا میریم سراغ انتخاب یه دونه فایل. پس حالا خارج از این متد من دسترسی به اطلاعات فایلم دارم، فایلی که انتخاب شده. خب حالا میام اینجا اطلاعات فایل رو میخوام نمایش بدم. یه دونه دستور ایف قرار میدم و میگم اگه براوزر فایل مخالف نال بود، یعنی مقدار براش انتخاب شده توسط کامپوننت، و بیا اینجا اطلاعاتش رو نمایش بده. و اینجا این 4 تا اطلاعات از فایل انتخاب شده رو میتونیم داشته باشیم. خب ران رو میزنیم، برنامه رو اجرا میکنیم، بریم نتیجه این رو ببینیم. و اینجا یک فایل انتخاب میکنیم. ببینید نام فایل، اندازه و نوع فایل رو برامون نمایش میده و اینجا ببینید اطلاعات فایل رو پس میتونیم به این صورت داشته باشیم. خب و من این دو رو فعلا کامنت میکنم، بریم به سراغ ادامه کار. حالا فایل رو به چه صورت بیایم آپلود کنیم؟ ببینید فایل رو با یک استریم در اختیار ما قرار میده که از مرورگر میتونه به صورت همون استریم با استفاده از سیگنال آر برای سرور ارسال کنه و در سرور ما میتونیم فایلمون رو بیایم آپلود کنیم. پس اینجا میام یه دونه متد ایجاد میکنم برای آپلود فایلم و به این صورت پرایویت، حالا خروجیش میتونه به صورت async تاسک باشه و نامشو میذاریم آپلود. یه دونه فایل رو میخوایم آپلود کنیم. خب حالا اینجا میام بررسی میکنم، میگم آیا براوزر فایل مقدار داره یا نه. اگه برابر با نال بود، خب اینجا یک اکسپشنی یا یک پیغامی چیزی ست میکنیم که به کاربر میگیم ابتدا فایل تو در واقع انتخاب کن و ریترن میکنیم. یک پیغام مناسب اینجا میتونیم نمایش بدیم، حالا مثلا روی کنسول میگیم select فایل، یا یک پیغام مناسب به کاربر نمایش میدیم. بعد از اینکه مطمئن شدیم کاربر فایلش رو انتخاب کرده، یعنی براوزر فایلمون اینجا نال نبود، میریم سراغ آپلود فایلمون. خب آپلود فایل رو به چه صورت انجام میدیم؟ ببینید اینجا براوزر فایل یک گزینه داره به نام Open Read Stream. خب Open Read Stream رو صدا میزنیم و میتونیم به صورت در واقع استریم دیتای اون فایل رو بگیریم و بعد از اون حالا زمانی که به صورت استریم دریافت کردیم میتونیم همین رو کپی کنیم درون یه دونه استریم. ببینید کپی تو به صورت async استفاده میکنیم و اینجا یه دونه استریم از ما دریافت میکنه. ببینید اینجا شما باید دانش استریم رو داشته باشید. استریم ها در دات نت رو به خوبی بشناسید که این فرایند رو متوجه بشید به چه صورتی داره انجام میشه. اگه با استریم های دات نت آشنایی ندارید، پیشنهاد میکنم فصل آیو استریم ستارگان سی شارپ رو ببینید، اونجا کامل استریم ها رو آموزش دادیم. حالا بسیاری از برنامه نویسان، مثلا من میبینم طرف 4 سال برنامه نویسی دات نت کار میکنه ولی هنوز با استریم های دات نت آشنایی نداره. خیلی از برنامه‌نویسان تسلط کامل روی استریم ندارن و شما هم اگه تسلط روی استریم ندارید، برای فهمیدن اینکه چطوری این فایل
آپلود میشه باید دانش استریم رو به دست بیارید، یا حالا یک مطالعه داشته باشید یا فصل آیو استریم ستارگان سی شارپ رو مطالعه کنید. پس اینجا نیاز به یه دونه استریم دارم که این فایلم که از مرورگر به صورت استریم خونده میشه درون اون ذخیره کنم. خب ببینید زمانی که ورودیش یه دونه استریمه، ما استریم های مختلفی روی دات نت داریم، میتونیم روی همه اون استریم ها بیایم فایلمون رو بنویسیم. اما توصیه میشه که فقط از فایل استریم استفاده کنید. مثلا نیاید فایل رو در حالت بلیزور سرور روی مموری استریم ذخیره کنید، چون اگه مثلا سرور شما 10 گیگ رم داره، خب همزمان 10 تا کاربر بیان یک فایل 1 گیگابایتی آپلود کنن، شما دارید همه رو روی رم سیستم روی مموری استریم ذخیره میکنید و خیلی سریع سرورتون از دسترس خارج میشه. پس به هیچ عنوان اینجا فایل رو روی مموری یا حافظه رم سرورتون ذخیره نکنید، به جاش بیاید از فایل استریم استفاده کنید. ببینید کلاس فایل استریم یک استریمه که مستقیم دیتا رو روی دیسک مینویسه و حالا یک نام براش میذاریم fs مساوی نیو میکنم. ببینید این فایل استریم یک سری اطلاعات از من دریافت میکنه و نیاز داره. یه دونه استرینگ پت میگه روی این حالا کامپیوتری که برنامه اجرا میشه یک مسیر به من بده که فایل رو اونجا برات ذخیره کنم. خب یک مسیر براش مشخص میکنیم و فایل مود رو اینجا باید مشخص کنیم. از این نام فایل مود استفاده میکنیم. این هم مربوط به مباحث استریم های دات نت میشه که اینجا میتونیم مشخص کنیم فایلمون اوپن بشه، کرییت بشه یا حالا حالت های مختلف و اینجا میایم از کرییت استفاده میکنیم، میگیم فایلمون رو کرییت کن و میتونیم این رو هم به صورت یوزینگ بنویسیم که بعد از اتمام کارش آزادسازی منابع براش انجام بشه و اینجا هم حالا یه اویت براش میذاریم. خب حالا ببینید فایل استریم همو دارم، اینجا فایل استریم رو دارم و میگم توی براوزر زمانی که وارد این متد شد اوپن رید استریم اجرا کن متد رو، این باعث میشه که فایلمون بایت به بایت خونده بشه، فایلی که انتخاب کرده و میگم همین رو که داری میخونی کپی کن توی فایل استریم. اینجا فایل استریم رو بهش میدم، کپی میکنه توی فایل استریم و فایل استریم هم مستقیم میره توی این مسیری که براش مشخص کردیم فایل رو آپلود میکنه. حالا این رو میتونیم یا بهتره بیایم درون ترای بنویسیم چون ممکنه خطاهایی داشته باشه و اینجا بیایم خطا رو مدیریت کنیم که میتونیم لاگینگ مناسب رو اینجا انجام بدیم یا حالا حالتهای اکسپشن های دیگر رو بیایم خودمون هندل کنیم. خب حالا بریم سراغ مسیر و نام فایلی که میخوایم در اختیار در واقع فایل استریم قرار بدیم و فایل رو برامون آپلود کنه. برای این منظور ما نیاز داریم حالا یک پوشه درون www root ایجاد کنیم و فایل هامون رو درون اون پوشه بیایم آپلود کنیم. خب اینجا نیاز داریم یکی از سرویس های دات نت رو بیایم اینجکت کنیم. هنوز تزریق وابستگی کامل بهتون آموزش ندادم، اما با استفاده از اینجکت که حالا با در MVC هم باهاش آشنایی دارید، اینجا میتونیم بیایم سرویس های مختلف رو به کامپوننتمون اینجکت کنیم و میام وب هاست انوایرنمنت رو اینجکت میکنم که بتونم دسترسی به فضای اون وبسایت هم داشته باشم و حالا فایل ها و پوشه ها رو بتونم مسیرشون رو بخونم و اینجا میام یک نمونه اینجکت میکنم، نامش هم میذاریم environment که بتونیم ازش اینجا استفاده کنیم. خب حالا اینجا من میخوام فایلمو بیام آپلود کنم و میام یه دونه مسیر براش ایجاد میکنم، میگم مسیر آپلود فایل یا آپلود پد بهتره این. خب توی این مسیر میخوام فایلم آپلود بشه و میام از کلاس پد استفاده میکنم، این هم مباحث آیو استریمه و میگم بیا برام این دوتا مسیر رو ایجاد کن. خب با استفاده از انوایرنمنتی که اینجکت کردیم اینجا میایم وب روت پت رو میگیریم. حالا برنامه شما روی هر سروری که باشه میره مسیر این www روت رو میگیره، مسیر اون پوشه رو میگیره و میگم درون این پوشه روت بیا یک پوشه آپلود اینجا فایل رو برام آپلود کن. در واقع مسیر آپلود هم میشه این آپلود پد. خب حالا باید بیام چک کنم، میگم اگه با استفاده از دایرکتوری میام مسیر رو چک میکنم، میگم اگه آپلود فایل وجود نداشت بیا اون رو ایجاد کن برام.
و از همین دایرکتوری استفاده میکنیم و میگیم create دایرکتوری، بیا برامون یک پوشه یا یک مسیر ایجاد کن و آپلود پث رو بهش میدیم. خب این از این. و حالا اینجا مسیری که میخوام فایلم اونجا آپلود بشه رو میام به این صورت مشخص میکنم. با استفاده از کلاس پث میگم کامبین کن. خب مسیر آپلود، مسیر پوشه رو بهش میدم و با استفاده از بروزر فایل میام نیم رو بهش میدم و نام فایلی که میخوام آپلود بشه. البته این نام هم یک نکته داره که در ادامه بررسی میکنیم و میاد فایل رو برام آپلود میکنه. خب حالا یه بار برنامه رو اجرا کنیم ببینم مشکلی نداره و نتیجهش رو ببینیم. خب اینجا پوشه روت سرورمون رو یا اپلیکیشنمون رو دارید میبینید که پوشه آپلود هم نداره و بریم توی برنامه‌مون یک فایل انتخاب میکنم، همین فایل txt و دکمه آپلود براش نذاشتیم. باید بریم یک دکمه آپلود بذاریم که بتونیم آپلود رو انجام بدیم و این رویداد رو برامون صدا بزنه. پس میام اینجا یه دونه باتن قرار میدم، نامشو میذارم آپلود فایل و میام توی رویداد آن کلیک اینجا میگم آپلود رو برام اجرا کن. خب بریم نتیجهش رو ببینیم. حالا فایل رو میخوایم آپلود کنیم، دکمه آپلود رو کلیک میکنم. اینجا ببینید پوشه آپلود همزمان ساخته شد و اما فایل اینجا آپلود نشد. اینجا خطا دریافت کردیم. خب خطا چی بوده؟ میتونیم یه دونه بریک پوینت اینجا بذاریم و بریم خطاش رو ببینیم. یه بار دیگه میرم آپلود رو انجام میدم، یا حالا ممکنه به خاطر این باشه که تغییراتی اعمال کردیم دوباره برنامه رو اجرا میکنم و یک فایل رو انتخاب میکنیم آپلود. خب اینجا اکسپشنی که داریم مشکل اینه که مسیر رو ساختیم ولی مسیر رو باید اینجا برای فایل استریم هم ست کنیم و بریم دیگه اجرا کنیم برنامه رو بدون مشکل. دیگه برنامه فایل میتونه آپلود شه. خب و میام فایل رو انتخاب میکنم، این از فایل آپلود رو میزنم و میبینید که فایل با موفقیت آپلود شد. حالا یه دونه دیگه دوباره همین رو انتخاب کنم، میره جایگزین میشه و جایگزین فایل قبلی میشه. اما نکته مهمی که در مورد فایل ها آپلود فایل وجود داره اینه که بهتر اجازه ندین با همون نامی که در واقع نام فایلی که کاربر انتخاب میکنه فایل آپلود بشه و بهتره بیاید فایل رو تغییر نام بدید به صورت رندوم یا حالا بر اساس قوانینی که خودتون دارید نام رو تغییر میدید، چون نام فایل هم میتونه حالا مشکلاتی برای شما به وجود بیاره و بهتره بیاید نام فایل رو تغییر بدید قبل از اینکه اون رو آپلود کنید. نام رو تغییر بدید و بعد آپلود کنید. خب برای اینکه بتونم نام فایل رو تغییر بدم میام اینجا اکستنشن یا پسوند فایل فعلی رو میگیرم. با استفاده از همین کلاس پث میتونم get extension رو صدا بزنم و یک فایل نیم بهش بدم. بروزر نیم رو انتخاب میکنم، بروزر فایل و نیم رو بهش میدم، پسوند فایل انتخاب شده رو بهم میده. حالا میخوام با استفاده از یک متد بیام یک نام رندوم برای فایلم انتخاب کنم که با همون نام کاربر آپلود نشه، یک نام جدید براش ایجاد کنه، حالا یک نام معتبر، چون ممکنه اون نام هایی که انتخاب میکنن خودش باعث اختلال در برنامه‌تون بشه و به هیچ عنوان اجازه ندید فایل ها با همون نامی که انتخاب میشن آپلود بشن. حالا مگه در شرایط خاصی که مثلا میخواید عکسی باشه در وبسایتتون نمایش داده بشه و برای SEO بهتره نام مناسبی اون عکس داشته باشه، اما در حالتایی که کاربران وبسایتتون میان تصاویر و یا فایل هایی آپلود میکنن بهتره که بیاید اونا رو تغییر نام بدید. خب میام یک متغیر ایجاد میکنم trusted file name و با استفاده از همین کلاس پث اینجا ببینید متد get ببینید رندوم فایل نیم داره که یک نام رندوم با یک پسوند رندوم براتون ایجاد میکنه که گاهی ممکنه ازش بخواید استفاده کنید. یه دونه متد دیگه داره میاد نام فایل رو در اختیار ما قرار میده بدون اکستنشن، بدون اون پسوند فایل. بالاتر ما پسوند فایل اصلیمون رو گرفتیم و حالا میخوایم یه دونه نام فایل بهش بدیم بدون پسوند اون رو در اختیارمون قرار بده.
حالا اینجا میام دوباره از همین کلاس استفاده میکنم و میگم یه دونه get random file name برام ایجاد کن. یه دونه فایل رندوم برام ایجاد میکنه و چون این متد نام رو با پسوند رندوم ایجاد میکنه، با این متد میایم پسوند رو ازش جدا میکنیم و خود نام رو فقط میگیریم و حالا بعدش میایم اکستنشن فایل خودمون رو براش ست میکنیم. اینجوری دیگه پسوند هم به درستی در اختیارمون قرار داده میشه. خب حالا اینجا به جای براوزر فایل دات نیم میام این تراستد فایل نیم رو انتخاب میکنم و بریم دوباره فایل رو آپلود کنیم و نتیجهش رو ببینیم. خب یه دونه فایل از قبل آپلود کردیم، میام همون رو انتخاب میکنم و آپلود فایل رو میزنم. ببینید این دفعه همون فایل با یک نام متفاوت آپلود شد. دوباره میام انتخاب میکنم و آپلود. میبینید که با یک نام متفاوت و در ضمن اینجا فایل هنوز انتخاب شده هست و من دوباره گزینه آپلود فایل رو بزنم، ببینید دوباره داره آپلود میشه. حالا تحت شرایطی میتونید اون رو خالی کنید که کاربر دوباره مجبور بشه فایل جدیدی رو انتخاب کنه. پس به این صورت آپلود فایل در بلیزور سرور رو پیاده سازی کردیم و به راحتی داره آپلود میشه.